دوستان عزیز، هر ذره‌ای در عالم هستی دارای ادراک و درک و فهم و شعور است. همه ذرات عالم هستی هوشمندانه در مقابل خدای خودشون تعظیم و تکریم میکنن و تسبیح میگن. هوشمندانه. این مثال هایی که شما میزنید هوشمندی درش وجود ندارد. این که مثلا من یه دیوار ساختم، خب مردم میان در پناه این دیوار میشینن، این دیواره که هوشمند نیست. اینی که همه ذرات قدرت خدا رو نشان میدن، خب نشان بدن، هوشمندیش کجاست؟ وقتی کسی میخواد تسبیح بگه، تسبیح هوشمندی میخواد. من باید شروع کنم بگم الله اکبر، همینجوری که نمیشه که. همه ذرات عالم در محضر خدا هستند. همه ذرات هستی تعبد در مقابل خدا رو دارند. همه ذرات هستی در ازای تک تک اتفاقاتی که در عالم میافتد از خودشون واکنش نشون میدن. فقط من و شما نیستیم. آب یکی از این چیزهاست. آب خوب و بد را میفهمد. آب زشت و زیبا را میفهمد. آب دعا را میفهمد. آب اهانت و فحش را میفهمد. آب تفاوت قائل است بین فکر مثبت و فکر منفی. آب تفاوت قائل است بین نوشته مثبت و نوشته منفی. آب تفاوت قائل است بین رفتار خوب و رفتار بد. آب محبت رو میفهمه، آب زور رو میفهمه و واکنش نشون میده هوشمندانه. اگر این پرده رو یواش یواش بدم پایین، من همینجوری میگم آب منتظرم این بیاد پایین، نمیاد. ما قرارمون بگیم آب این بیاد پایین، گفتم بذار 7-8 تا آب بگیم، نه آب نمیاد. خب اینو بکشید. دوستانی که اینجا هستن، من الان غیب میشم، دوستانی که اینجا هستین برین اون پشت، چون تصاویر رو باید ببینین. من از این پشت توضیح میدم، بعد دوباره سر کلم پیدا میشه. برو اون پشت ببین، پشیمون میشی. نمیبینین این ور، فکر نمیکنم این پرده قطوره، تصویر پشتش نمیاد. فقط برای دیدن تصاویر یه جوری برین اون لبه ها، بعد دوباره برگردین بشین. بسیار. یک آقای دکتری هست ژاپنی به نام دکتر ماسارو ایموتو. آقای ایموتو حدود 10,000 آزمایش بر روی آب انجام داده. ایشون معتقده که آب یه موقع‌های رفتار کریستالی از خودش نشون میده و نمایش مولکول‌های آب در فرم کریستالی زمانی انجام میشه که آب یخ زده باشه. یعنی شما شکل کریستالی مولکول آب رو مثل کریستال‌های لوستر زمانی میتونین ببینید که آب یخ زده. ایشون حدود 10,000 آزمایش انجام میده. آبهای مختلف رو در معرض آزمایش‌های مختلف قرار میده. بلافاصله آب رو منجمد میکنه، مولکول‌های آب رو زیر میکروسکوپ میذاره و نظاره میکنه. تمام مجامع فیزیک و زیستشناسی دنیا هم امروز آزمایش‌های دکتر ایموتو رو پذیرفتن و این آقا روزی نیست که در گوشه از دنیا سمیناری رو در این رابطه ارائه ندهد. آقای ایموتو میگه آب یه پیام مهمی برای ما دارد. پیام آب اینه که باید نگاه عمیق و ژرفی به خودمون بندازیم. آب در واقع آینه ماست. او میگه نه تنها شکل ظاهری آب با توجه به محیطی که در او قرار میگیرد تفاوت میکنه، یعنی آب رو اگه شما توی کاسه بریزین یا لیوان بریزین یا پارچ بریزین، شکل ظاهری آب فرق میکند، خودش رو هم شکل با ظرف خودش میکنه. میگه نه تنها شکل ظاهری آب منطبق بر شرایط پیرامونی است، بلکه شکل مولکولی آب هم منطبق بر شرایط پیرامونی است. حالا میخوایم یه سری تصاویر رو ببینیم. تصویری آقای ایموتو معتقد است آبهایی که راکد میمانند، مثل آبی که پشت سده،
مثل آب دریاچه ها که آب ساکن است و آبهایی که جاری هم مثل رودخانه ولی از بین شهرها میگذرن مثل زاینده رود، معتقد مولکول اینها زشت می شود. آبهایی که راکدند به دلیل راکد بودن زشت می شوند. هستی با رکود مخالف است. آبهایی که جاری اند از بین شهرها عبور می کنند به دلیل طیف غالب آدمهای منفی در اون شهرها واکنش آب منفی می شود. اولین تصویری رو که می بینید آب یک دریاچه است به اسم بیواکو. دریاچه بیواکو بزرگترین دریاچه در مرکز ژاپنه. تصویر قشنگه؟ این مولکول قشنگه؟ بله؟ اونایی که گفتن انشالله شوهر همینجوری نصیبشون خوشگله؟ دریاچه بیواکو بزرگترین دریاچه در مرکز ژاپن است. ایشون میگه چون آب دریاچه رکود دارد، ساکن است، ایستاده است، حرکتی توش نیست، همین سکون، همین ایستادن باعث میشه که مولکول‌های آب زشت بشود. اومده قطره از آب دریاچه رو منجمد کرده، زیر میکروسکوپ گذاشته و ازش تصویربرداری الکترونی کرده. تصویر شماره 2 آب دریاچه، آب یه سده به نام سد فوجیوارا، باز این در ژاپنه. درسته که مثل تصویر اولی نیست ولی به همون مقدار زشته، قبول دارین؟ اولی آب دریاچه بود به دلیل سکون، دومی آب سد است باز به دلیل سکون. ایشون میگه هر گونه سکون شکل مولکولی آب را زشت میکند. سومی یه رودخانه است به نام یودو. رودخانه یودو از چندین شهر ژاپن عبور میکنه. این شکل مولکولشه. اومده سومی شکل مولکولیشه. میگه به دلیل اینکه این آب از میان شهرها عبور میکنه و اکثر مردم تفکرات منفی دارن، فکر منفی مردم روی واکنش مولکولی آب تاثیر دارد و واکنشش رو نشون میده. اینی که ما به شما گفتیم اوائل دوره حتی الامکان خودتون رو از منفی ها دور کنید. افسرده دل افسرده کند انجمنی را، آب رو که دکتر معتقد است مثل آینه است برای ما، بعد از آب درس و الگو بگیریم. در معرض منفی ها که قرار گرفته که این منفی یا سکون بوده است یا گذشتن از میان مردم منفی، از خودش واکنش نشون داده. آقای ایموتو میگن آبایی که تازه از دل کوه میان بیرون، آبهای چشمه هایی که برف آب شده و جریان پیدا میکنن یا از دل کوه میان بیرون، به دلیل اینکه هنوز در معرض افکار منفی مردم قرار نگرفتن، هنوز مثبت شکلش هم به میزان مثبت بودنش خوشگله. شکل بعدی رو اگر نشون بدن، این مال رودخانه است به نام شیمانتو. منتها دقیقاً زمانیه که چشمه از کوه تازه داره واریز میشه به سمت رودخونه، نه از دهی گذشته